من که عاشق این سالاد شدم، شما نمیدونم. برای درست کردن سالاد پاستا ایتالیایی شروع میکنیم به خرد کردن سبزیجات مثل خیار، فلفل دلمه یا کاپی، پیاز، گوجه گیلاسی و من از پنیر لاکتیکی استفاده کردم. شما از هر پنیری که دوست دارین میتونین استفاده بکنید. اینم از کمی جعفری که ریز ریز خورد میشه و در آخرم سالامی یا پپرونی. برای سس ایتالیایی ما احتیاج به سرکه قرمز، آب لیمو ترش، سیر، خردل، میپل سیرپ یا عسل و ادویه داریم. روغن زیتون هم کم کم اضافه میکنیم تا به این بافت برسه. عجب سس خوشمزه‌ای شد. به آب در حال جوش فقط نمک میزنیم. برای درست کردن سالاد من از پاستا گرندی مانا استفاده کردم. از گندم دروم درست شده. 10 دقیقه داخل آب جوش میپزه. از داخل قابلمه خارجش میکنیم. روش سرکه سفید و روغن زیتون میزنیم. خوب به هم میخوره. زیر و روش میکنید و سبزیجاتی که خورد کردیم به همراه نخود فرنگی و سسی که آماده کردیم میریزیم. در آخرم پنیر لاکتیکی و پنیر پارمیژان من استفاده کردم. سالاد ما آماده شده و امیدوارم که دوست داشته باشید. آره خودشه. به به.